спиннер این نامی بازیچه‌ای که اکساریات فکر میکنند که واسطه خوبست برای عصبانی نشدن و یا از این حالت رهایی یافتن، ولی равоншиносону و асабшиносон тамоман назари дигар دارند. در این باره равоншиносони خارجی مثل کشور روسیه بارها طریق رسانه‌های خبری و تلویزیون و رادیو ابراز نظر نمودند. سوالی پیدا می شود که برای چه یک بازیچه عادی اینقدر دقت равоншиносони روس را به خود جلب نموده است. آنها میخواهند فهمند که این بازیچه به عصب انسان چگونه تأثیرات خواهد رسانید. در نتیجه تحقیقات ها равоншиносони روس به این خلاصه آمدند که اگرچه این یک بازیچه عادی و خرد باشد هم در انکشاف روحی انسان تأثیری مثبت میگذارد. این در حالی است که همگان آن را همچون یک واسطه آرامی بخش میدانند. اسبشناس اورونова رابعه خان میگوید که پس از استفاده آن اکثریت برعکس عصبانی میشوند. حاضر ما بسیار میبینیم در دست خرد هم کلان هم همون چیزی که ما میگویم و بازی میگویم یا چی عصب آرام کننده گفتاسیان حاضر در بین خلق سپینر بسیار دیده میشود. لیکن از طرف ما اسبشناسان ما بسیار این را مشاهده میکنیم که کودکان وقتی که به ما مراجعت میکنن پدران مادران بسیار عصبانیت میشن بعد از همون. من نمیدونم اون رو عصب آرام کننده میگویند، لیکن کودکان چیزی که میگویند به همون چی سخت توجه کرده در گرد و اطراف چی حادثه روی می‌دهد چی حالت میشود به خبر میمونند. یکمشین که دومشین که در درس ها به همون آواره شده معلمان چند تا معلمان آمدن گفتند که کودکان در درس ها نیست به همین بازی آواره شده از درس قریب که دور میشن درس خانه آنها سست‌تر میشود. یکی از پدیده‌های دیگر این با سپینر با مکتب آمدن طالب علمان است. در ایالات متحده آمریکا این نمود بازیچه چون دیگر کشورها زیاد پهن شده است. در اکثر مکتب‌های این کشور با سپینر با مکتب آمدن را منع نمودند. در قزاقستان سپینر چوبین را نیز اختراع نمودند. یکی از فروشندگان میگوید که این یک بازیچه عادی است. هر دور و زمان بازیچه خود را دارد و با گذشت وقت سپینر نیز از خاطر مردم فراموش خواهد شد. روانشناسان هم در این فکر هستند که از نگاه اول این بازیچه عادی است ولی به حالت روانی آن تأثیری زیاد دارد. والدین باشد از این بی‌خبرند و برای فرزندان خود آن را خریداری می‌نمایند. من همین نفهمیدم گویی زیانش بوده که من فرزندم گرون دادم ببینم من اکنون شما گفت دخترها زیانش هفته من هم نفهمیدم اکنون خیالی من پدر و مادر و گرون نتونو به درس مشغول شد و بچه‌ها درس خوانن به خیال منم بهتر منم نفهمیده گرون دادم و جام و آشناهام گفتگی منم گیرم و جام کنم من برای گرون دادم و فهمیدم اکنون و یش نبوده است این درس خواند بهتر بچه‌ها. اسبشناس اورونова رابعه خان میگوید که به جای سپینر خوب میشد والدین با فرزندانشان کتاب خریده دهند تا که جهان بینیشان وسیع گردد. یکی از خصوصیت‌های سپینر در آن است که دقت به یک نقطه جلب می‌شود و شخص از واقعه و حادثه‌های در اطرافش رخ داده به خبر می‌ماند. این حال نوع‌های گوناگون سپینر موجود است. سپینرهای عادی، سپینرهایی که از خود هر گونه آواز می‌برند و دیگر نمودهای آن. از جهت ساخت نیز آن شکل‌های گوناگون را دارد. دور شکل، بسیار گوشه و مانند این. از همه شکل معمولی آن سپینر سه گوشه میباشد. به خیال من این همون چراغچه هایی که سرخ و کبوت و همون واقعش به جای بخیل آرام کردن برعکس به عصب تاثیری بد میرسوند. یعنی که چقدر رزدرجت میکند کودک‌ها بسیارتر نوتینج میشن. مراجعت میکنن مادران با همین که بعد از همین بازی کردن یا که خودشان بچه‌ها همین بازی رو یافتن و همون آواره شده بسیار عصبانیت شده که کودکان با همه آن تماشابینانی که ما رو میبینن من با والدین آنها توصیه میدیم که این بازی ها رو به بچه ها اساساً کودکان خردسال گرفته نتیان. به جای آن برای کودک کتاب هایی که فکر آنها رو وای میکند گرفته تیان که جهان بینی آنها وسیع شود. از این بازی جهان بینی کودک وسیع نمیشد. متخصصان میگویند که سپینرهایی که ارزان هستند صفتشان نیز پستر است. از روی شکل و ساخت نرخ آن نیز گوناگون است. حتی سپینرهایی نیز هستند که چندین دلار ارزش دارند. در بعضی کشورها آن به یک نمود ورزش تبدیل یافته است. سپینر سال 1992 از جانب کاترین خیتینگر مهندس و خیمیک آمریکایی تبار اختراع گردیده است. سال 1997 باشد برای براه ماندن اختراع آن اجازه نامه گرفته است که بعدا نفران زیادی به اختراع نوهای گوناگون آن مشغول شدند. لیکن این بازیچه محض سال 2016 و سال روان با سرعت پهن شد و تمام کشورها را فرا گرفت. حالا نفرانی که به فروختن بازیچه‌های کودکان مشغول هستند میگویند که پیش نورسان دیگر نمودی بازیچه‌ها را می‌خریدند، لیکن حالا فقط سپینر. ما در کوچه‌ها مشاهده می‌نماییم که چشم خردسالان و بزرگسالان محض به دورزنی‌های این بازیچه دوخته شده است. یکی از سبب‌های پهن شدن سپینر این در آن است که برای آن یگان منبع قوت دهنده لازم نیست. رستم احمدوف، شهرت حمیدوف، ناظم جان عبدالعزیزوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.